در تاجیکستان مسئولیت صحتی مادر و بنقشه‌گیری عائله اساساً بر دوش خود زنان است. مردها در اکثر موارد به استفاده وسایل پیشگیری کننده حمل و استریلیزاسیا عملیات بی‌ضروریاتگردانی مخالفت دارند. این مشکلات در شهر دوشنبه ضمن معرفی برنامه ملی بنقشه‌گیری عائله تا سال 2020 ذکر گردید که با کمک برنامه نفوس شماری سازمان ملل متحد تهیه شده است. مقامات تاجیکستان میگویند سالمی ریپرودوکتیوی و بنقشه‌گیری عائله از هدفهای حکومت کشور است. حالا در تاجیکستان به هر یک خانواده به حساب میانه تا 4 کودک راست می آید و افزایش اهالی تقریبا به 24% برابر است. بیش از نصف زنان عائله‌دار کوتاه‌ترین فاصله بین تولد را که 2 سال است رعایت نمی‌کنند. طبیبان میگویند که این عامل به صحت مادر و کودک تأثیری منفی می‌رساند. مشکل دیگر حامله‌داری بر محل زنان است. در میان زنان زایمان 16% را افراد تا 19 ساله و 26% را زنان از 20 تا 24 ساله تشکیل می‌دهند. در برنامه تهیه شده برای بهتر کردن وضع سلامتی مادران تدابیر مشخص ذکر شده است. همه این موادهای کنتراسپتیوی رایگان هستند و در تمام مرکزهای سالمی ریپرودوکتیوی مراجعت کنندگان چه مردان چه زنان عاید منمون سالمی عائله عاید فاصله بین تولد را رعایت کردن از طرف متخصصان ساحه. مثلا برای مادران سرفرزند در زایشگاه جراحی بی‌ضروریاتگردانی پیشنهاد می شود. برای انجام چنین عملیات در سراسر کشور تجهیزات ضروری نصب می شوند و متخصصان درس های کسبی می گذارند. من بسیار خواهش میکنم که ما را درست فهمید. جراحی بی‌ضروریاتگردانی و عموماً واسطه های پیشگیری حمل به هیچ وجه برای کاهش تولد و کم کردن شماره کودکان روانه نشده است. ما یک هدف داریم: کودکان سالم و نسل سالم. طبق آمار وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی تاجیکستان در کشور تنها 28% عائله ها از وسایل پیشگیری کننده حمل استفاده میبرند. طبق نقشه باید تا سال 2020 این رقم به 34% رسانیده شود.